سلام نانسی هستم. تمی هستم. من الهام هستم. فاطمه هستم. ماندانا هستم. ملورینم. من مرجان هستم. لیلا هستم. سمانه هستم. مجده هستم. اویس هستم. من رشته من ایژوکیشن هستش، کارم اریا منیجر هستش، مدیریت چند تا مهد کودک و بیفور افتر که رو به عهده دارم. آرایشگر هستم. نه من دانشجو پی اچ دی ام. فارمسی تکنیشن هستم. به عنوان مدیر فروش با کمپانی‌های بزرگی کار کردم. مادر هستم و یک نرس. با بچهای اسپشیال نیدز کار میکنم. فوق لیسانس هنر دارم. یک حسابدار. دیتا سنتر انجینیرم. برای این وارد این موقعیت اینترنتی شدم که برای دخترم آینده بهتری رو فراهم کنم. عدم حضور فیزیکی و امکان درآمدزایی از هر زمان و هر مکان. نگران تأمین آینده خودم و خانواده‌ام هستم. بتونم اوقات بیشتری رو کنار خانواده‌ام باشم. از طرفی نیاز داشتم که آینده مالی بهتری رو برای خودم و خانواده‌ام تامین بکنم و در مدت کمتری منو به دوران بازنشستگی برسونه. با عاشق سفر و دیدن جاهای جدید میشه و هر جا با داشتن اینترنت به راحتی بتونم کارامو انجام بدم. برای رسیدن به آزادی مالی و بهتر شدن کیفیت زندگی کنار پسرم باشم، از خونه کار کنم و درآمدزایی داشته باشم. مامان لیو میتونه دیگه خودش درآمد داشته باشه و نیاز نداشت که هیچ تخصص یا تجربه کاری خاصی داشته باشه. من همیشه دوست داشتم که رئیس خودم باشم، رئیس وقتای خودم باشم، یه درآمد جانبی در کنار کار فولتایم خودم درست بکنم که این بیزنس جهانی دقیقاً منو در همین موقعیت قرار داده. همه ما یک دلیل خاصی داشتیم که وارد این بیزنس شدیم، یک اشتیاق، یک شوق جدید و یک تغییر. دلیل شما چیه که دارین این ویدیو رو نگاه میکنید؟ اگه دوست دارین اطلاعات بیشتر بگیرین، اسم و ایمیلتون رو بدین تا براتون اطلاعات اولیه رایگان رو بفرستم. هر جا هستین روزتون پر از گل‌های قشنگ باشه. خدا نگهدار.